أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب کتاب ریاض الصالحین حدیث 476 امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 476 این حدیث را میارد میگوید وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال، یعنی از سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا یعنی که اگر که دنیا تعدل عند الله یعنی ارزش می داشت در نزد الله تبارک و تعالی جناح بعوضة به اندازه بال یک پشه، یعنی که به اندازه پر یک پشه اگر که دنیا قدر می داشت ما سقا کافرا منها شربت ماء. ما سقا یعنی نمیداد الله تبارک و تعالی کافر رو از این دنیا یک جرعه آب، شربت ماء یعنی که یک نوشاکی آب، یک قطره آبش الله سبحانه و تعالی کافر نمیداد. یعنی که دنیا اگر قدر می داشت الله سبحانه و تعالی در این دنیا کافر خلق نمی کرد، کافر یک قطره آب نمیداد. دنیا که قدر ندارد حتی به اندازه یک پری پشه از این حساب در این دنیا کافر هم زندگی میکند. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن صحیح، و گفتگی است که حدیث حسن و صحیح می باشد. خب این بود حدیث 476. بعد از این حدیث 477 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال، و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، یعنی شنیدم میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که الا ان الدنیا ملعونة، آگاه باشید، الا آگاه باشید، متوجه باشید، این الدنیا ملعونة، هر آینه دنیا ملعونه هست، یعنی که لعنت شده و نفرین شده است، یعنی دنیا بی ارزش است. ملعون ما فیها یعنی ملعون است، یعنی که بی ارزش است هر چیزی که در دنیا هست. چیزی چاره دنیا هم همچنین بی ارزش است. الا ذکر الله تعالی، مگر ذکر الله که در این دنیا هست، این ذکر الله سبحانه و تعالی بی ارزش نیست. یعنی ذکر الله ملعونه نیست، فقط دنیا، هر اون چیزی که در دنیا هست اونها ملعونه و بی ارزش هستند. و ما والاه، و هر اون چیزی که مانند ذکر الله تبارک و تعالی هست، اون چیزی که مانند ذکر الله سبحانه و تعالی است. یعنی چی؟ یعنی کارهای خیری که در این دنیا هست اونها ملعونه و بی ارزش نیستند. یعنی ذکر الله و هر چیزی که مانند ذکر الله است اونها بی ارزش نیستند. و عالما و متعلما، یعنی همچنین عالم هم در این دنیا که هست، عالم یعنی که کسانی که مشغول به علم و مشغول به تدریس هستند اونها هم همچنین به ارزش نیستند. و متعلما، و شاگردا هم یعنی که کسانی که تعلیم میگیرند میآموزند اونها هم به ارزش نیستند. پس از دنیا همین چهار چیز، یعنی که یکم ذکر الله، دوم چیزی که مانند ذکر الله یعنی کارهای خیر، سوم عالم بودن و متعلم بودن، اینها به ارزش نیستن. غیر اینا دیگر این دنیا همش میگد ملعونه و نفرین شده و به ارزش است. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است. و قال، و امام ترمذی گفته است که حدیث حسن، حدیث حسن است. خب این بود حدیث 477. بعد از این حدیث 478 وعن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال، از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لا تتخذوا الضیعه فترغبوا فی الدنیا. لا تتخذوا یعنی
زیاد نگیرید، یعنی زیاده روی نکنید. الضیعه در خریداری و در بدست آوردن ضیعه. ضیعه چی است؟ یعنی باغ و زمین های کارم و یعنی خلاصه جمع آوری دنیا. لا تتخذ الضیعه، یعنی بسیار جمع نکنید دنیا را، مال دنیا را، ثروت دنیا را. فترغبوا فی الدنیا، پس شما علاقه و محبت پیدا میکنید در دنیا. وقتی مال دنیا را جمع کردی، باغ و مزرعه و زراعت و از این چیزا را زیاد جمع کردی، فترغبوا فی الدنیا، پس شما علاقه پیدا میکنید، رغبت و محبت و دوستی دنیا در دل شما به وجود می آید. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن، امام ترمذی گفته است که حدیث حسن است. این است حدیث 478. بعد از این حدیث 479 و عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال، از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت است که گفت مر علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گذشت به نزد ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و نحن نعالج خصا لنا، و ما تعمیر میکردیم یعنی ساز میکردیم، میگیم در حالت ساز کردن خصا لنا بودیم. خصا یعنی که خانه علفی، خانه خسی. و اون خانه خسی که داشته میگن نعالج، اون خانه خسی مون تعمیر میکردیم، یعنی ساز میکردیم، اگه اون جای کندگی و اگه اون جای کشادگیش را. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما هذا، یعنی چیست این، یعنی چیکار کردین، به چی مشغول هستین؟ فقلنا، پس میگه ما گفتیم که قد وها، یعنی که این خانه خسیمان فرسوده و بگیم ویران شده است. فنحن نصلحه، پس ما تعمیر میکنیم این خانه امون را، این خانه خسی امون را تعمیرش میکنیم. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما ارى الامر الا اعجل من ذلك. ما ارى یعنی نمی بینم، ما ارى نمی بینم، الامر یعنی کار، یعنی مقصد امر یعنی مرگ رو، نمی بینم مرگ را، الا اعجل من ذلك، مگر اینکه سریعتر از این، یعنی که از اینه که شما تیاری برای روزهای آینده اتون دیده این خانه خسیتون را بگیم تعمیر کرده ایستاده، از این دم مرگ برای شما سریعتر است، از این دم مرگ برای شما نزدیکتر و قریبتر هست. خب رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود روایت کرده گیه و ترمذی هم روایت کرده گیه به اسناد البخاری و مسلم، با اسنادی به سند بخاری و مسلم است، با اسناد و به سندی بخاری و مسلم است، یعنی که بخاری و مسلم روایتش نکرده است، اما راویاش و سندش به مثل راویای بخاری و مسلم است، یعنی اونا هم قبولش دارن. و قال ترمذی، و ترمذی گفته که حدیث حسن صحیح، این حدیث حسن و صحیح می باشد. خب این بود حدیث 479. بعد از این حدیث 480 و عن کعب ابن عیاض رضی الله عنه قال، از کعب ابن عیاض رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که می گفت ان لكل امه فتنه، هر آینه هر امت فتنه دارد، هر امت برای خودش فتنه دارد. و فتنه امتی المال، و فتنه امت من مال هست، یعنی هر یک امت فتنه دارد، مثلا فتنه یعنی امتحان دارد، یک رقابتی هلاک کننده دارند که با اون رقابت مشغول میشوند، هلاک میشوند. و فتنه که، و همون فتنه یا که همون امتحان یا همون رقابت هلاک کننده که در بین امت من هست، میگه اون مال است که مردم با این مشغول میشوند و سبب هلاکشون میشود. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن صحیح، و امام ترمذی گفته است که حدیث حسن و صحیح می باشد.
بعد از این حدیث 481 وعن ابي عمرو ويقال ابو عبد الله ويقال ابو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، میگوید که از ابو عمرو و بعضی میگن ابو عبدالله و بعضی میگن ابو لیلا، یعنی عثمان ابن عفان رضی الله عنه، داماد پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ان النبی صلی الله علیه وسلم قال، از حضرت عثمان روایت است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که لیس لابن آدم حق فی سوى هذه الخصال، میگد که لیس لابن آدم حق، نیست برای فرزند آدم حقه، مثلا اینجا حق یعنی احتیاج و نیازه، یعنی فرزند انسان احتیاج ندارد فی سوى هذه الخصال، در غیر همین خصلت ها، در غیر همین خصلت، در غیر همین چیزهایی که حالا ذکرش میکنم، میگه پیغمبر اون چیزهایی که فرزند انسان نیاز و احتیاج دارد اونها چی هستند؟ یکم میگه بیتون یسکنه، خانه داشته باشد که زندگی کند در خانه. پس این نیاز و احتیاجاتی فرزند انسان است، خانه داشته باشد، یکمش. دویم چیزی که فرزند انسان احتیاج دارد و ثوب یواری عورته، و لباسی که بپوشاند عورتش را، و لباس پوشاننده عورتش، یعنی یا لباس احتیاج به لباس دارد که عورتش بپوشاند. این دویم چیزی که فرزند انسان نیاز دارد. سوم چیزی که فرزند آدم این نیاز دارد و جلف الخبزی، و جلف الخبزی یعنی نان خشک، با نان خشک فرزند انسان احتیاج، یعنی به نان، به طعام فرزند انسان احتیاج دارد. و الماء، و چهارم و آخرین چیزی که فرزند انسان احتیاج دارد آن مال هست. آخرین چیزی که فرزند انسان احتیاج دارد آن مال هست، آب هست، آب نوشاکی که از اون بنوشد. خب این چیزهایی هسته که فرزند انسان احتیاج دارد، یعنی غیر از این چیزهایی که ذکر نشده است در اینجا، غیر از چیزهای ذکر شده، اونها چی هستند؟ اونها چی؟ بیرون از نیاز انسانیت هستند، بیرون از نیاز و بگیم احتیاجات انسانیت هستند. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده که و قال حدیث صحیح، امام ترمذی گفته است که این حدیث صحیح می باشد. قال ترمذی، امام ترمذی درباره این حدیث گفته است که سمعت ابو داوود سلیمان بن سالم البلجی، یعنی شنیدم ابو داوود سلیمان ابن سالم بلخی رو، از بلخ است، یقول میگوید سمعت نضر ابن شمیل، شنیدم میگوید از نضر ابن شمیل، یقول میگفت الجلف، یعنی که در اونجا که گفت جلف الخبز یعنی گفتیم نان خشک، میگه کلمه جلف معناش چی است؟ الخبز لیس معه ادام، یعنی جلف نان را میگویند که ادام ندارد، یعنی خوشبوی کننده ندارد. با امروزه بگیم نانی بدون شیر و روغن و اون خمیر، بگیم خمیر ما خمیرش میگن، چی میگن، خلاصه بدون همون، یعنی نان قاقی بیمزه. فهمو؟ جلف الخبز یعنی جلف نانی که در آن خوشبوی کننده ندارد. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه احتیاج انسان، محتاج انسان همون یا نان بیمزه هست. اگر نان با مزه باشه با خوبتر، اما حتی همون نیاز انسان به نان چی است؟ بیمزه است. بیمزه هم باشد میتواند که زندگی کند. و قال غیره، و گفتگی از غیر ابو داوود گفتگی است که هو غلیظ الخبزی، باز همین ترجمه را خمون کردیم، هو غلیظ الخبز یعنی نان خشک، و بعضیش میگن که نان خشک. پس حاضر در ترجمه گفتیم جلف الخبز یعنی نان خشک، یا میشه بگیم نانی بیمزه یا نان خشک. و قال الحروی، و حروی میگوید که المراد به هنا وعاء الخبز، مقصد در اینجا ظرف خبز است، یعنی که یک ظرف خبز داشته باشد، یک ظرف نان داشته باشد. کل جوالقی والخرجی، به مثل جوالق
یا جوالق یعنی که قابچه میگوییم، یعنی که اون چیزایی که در داخلش 50 کیلو چند کیلو بار میکنن کو خلاص هم قابچه آرده به مثل قابچه و الخرجی که خرج یعنی خرجین که در بالای خر اسب بار میکنن کو همون. خب به مثل همین ها، یعنی مقصدش میگه همین است، یعنی که احتیاج به خرجین از نان دارد یا که قابچه از نان دارد، یعنی قابچه آرد احتیاج به نیاز انسان به قابچه آرد است. همین این ترجمه های بیرون از اونه که پیشتر ترجمهش کردیم، یعنی فایده ده. والله اعلم، باز الله داناتر است. یعنی که این قول امام ترمذی در این باب هست، این حدیث نیست. خب بعد از این حدیث 482 وعن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه انه قال، از عبدالله ابن شخیر رضی الله عنه روایت است که گفت اتیت النبی صلی الله علیه و سلم و هو یقرأ، یعنی آمدم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوان، یعنی سوره الهاکم التکاثر را میخوان. الهاکم التکاثر، این سوره را پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوان، یعنی که مشغول گردانید مردم را تکاثر، یعنی که جمع کردن ثروت دنیا. خب الهاکم التکاثر رو میخوان، یعنی این ترجمهش کردیم، اصلا در وقت خوندن ترجمهش لازم نیست، یعنی سوره الهاک رو میخوان. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه بعد گفت که یقول ابن آدم، میگوید فرزند آدم، مالی مالی، یعنی مالم، یعنی فرزند آدم مال میگوید. و هل لك یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت. و هل لك، یعنی آیا از آن تو است مال، یعنی فایده تو است ای فرزند آدم از مالت، الا مگر همان چیزی که ما اکلت، آن چیزی که خوردی و فافنیت، پس تمامش کردی، یعنی که همون خوردگیت به فایده تو است. او لبست فابلیت، یا لباس را که تو پوشیدی و لباس لباس را استفاده بردی پوشیدی، فابلیت، پس اون لباس را تو کهنه کردی، یعنی فایده تو همون لباس نوی را پوشیدی کهنه کردی همون است. او تصدقت فامضیت، یا صدقه دادی مال را، فامضیت، پس از آن مال گذشت کردی، یعنی از بحر بعض مالت گذشتی و صدقه دادی، انا همون صدقه دادگیت با فایده تو است، یعنی که با فایده فرزند انسان همون است که خورده است، یا لباس را که پوشیده است، یا صدقه را که داده است. بغیر از این با فایده فرزند انسان نمی باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است. خب این حدیث 482. بعد از این حدیث 483 انشاءالله این حدیث درس آینده با باقی مانده خودش تقریبا یه درس دیگر می شود انشاءالله درس آینده. بارک الله فیکم. اینجا درس امروز با آخر می رسد و بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.